شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. در ماه رمضان با ما معلوم می شود که ما همچون انسان گوناگونیم از جهت حسیات اطاعت کردن، گوناگونی در امکانیت ها و همچنین گوناگونی از جهت ذوق و لذت. تو می بینی که برای بعضی ما در ماه رمضان الله درهای روزه را گشوده است، ولی درهای نماز شب را باشد نه. بعضی از ما ماشاءالله به حد سعی و کوشش میکنند برای نماز شب. بعضی ها باشند دوست می‌دارند تا روزه‌داران را افطار دهند، ولی برای نماز شب نه آنقدر سعی و تلاش میکنند. بعضی ها کوشش میکنند تا صله رحم و یا علاقه خویشاوندی را نگاه دارند. یعنی با این همه گفتنی هم که ما همچون انسان در امکانیت‌هایمان گوناگونیم. بهترین عبادت برای هر یک فرد الهیده از ما آن است که با قلب حاضر انجام داده شود، چون نتیجه دلخواه نه تنها خود عبادت بلکه نتیجه عبادت است. من یک عمل مشخص آن در تو چه اثر میگذارد؟ نماز شب چه تغییرات آن در تو میآورد؟ صدقه چه تغییرات آن در تو میآورد؟ افطار روزه‌داران چه تغییرات آن در تو میآورد؟ برای همین سر اول آن چیزی که ما میخواهیم هر یک از ما آن چیزی را بکند که از عهده اش خوب میبراید و به دیگران نظر نکند. دوم، ما نباید یکدیگر را سرزنش کنیم. اگر تو شخصی را دیدی که از عهده کاری کرده ایستاده اش خوب میبراید، پس او را باز هم راه بلد کن. این است راهی که به رضایت الله میبرد، به موفقیت در این دنیا و به سعادت در آخرت. از الله طلب آن را دارم که برای انتخاب راهی که به خودش میبرد کمک کند و ما و شما را از جمله کسانی کند که او را میشناسند. و سلام و رحمت الله بر پیامبر.